آنار. کیه که عاشق این دانه‌های یاقوتی و طعم بی‌نظیرش نباشه؟ اما همیشه یه سوالی هست. یه طرف میگن این یه سوپرفوده، یه طرف دیگه میگن ببین چقدر شیرینه، حواست باشه. امروز میخوایم یه بار برای همیشه تکلیف این میوه بهشتی رو روشن کنیم و ببینیم علم در موردش چی میگه. خب میرسیم به اون سوال همیشگی، مخصوصا وقتی داریم سعی میکنیم سالمتر غذا بخوریم. وقتی یه کاسه انار دون شده قرمز و درخشان جلوتونه، واقعاً یه دوراهی شیرینه. این میوه دوست ماست یا دشمن اهدافمون؟ بیایید با همین موضوع رو بشکافیم. سوال اصلی دقیقاً همینه. این دونه‌های خوشگل و خوشمزه واقعاً دارن به ما کمک میکنن یا زیرپوستی دارن کار ما رو خراب میکنن؟ برای اینکه جواب این سوال رو پیدا کنیم راهی جزی نداریم که بریم سراغ خود اعداد و ارقام. بسیار خوب، آماده‌اید؟ بریم یک کالبد شکافی کامل از ارزش غذایی انار داشته باشیم. اینجا دیگه با حدس و گمانی کاری نداریم. فقط داده‌های خشک و واقعی به ما میگن که واقعاً با چی طرفیم. اول از همه بریم سراغ مهمترین عدد برای خیلیامون، کالری. توی هر 100 گرم انار خام چقدر کالری داریم؟ فقط 83 کیلو کالری. یعنی واقعا برای یه میوه با این حجم از طعم و شیرینی این عدد فوق‌العاده پایینه. پس فعلا جای نگرانی نیست. خب حالا این 83 کالری از کجا میاد؟ بیایید یه نگاه به ترکیبش بندازیم. بیشترش یعنی حدود 18.7 گرم کربوهیدراته که خب کاملا طبیعیه چون منبع اصلی انرژی میوه ها کربوهیدراته. پروتئین و چربی هم که خیلی ناچیزه. دقیقاً همون چیزی که از یه میوه انتظار میره. پس تا اینجای کار همه چیز نرماله. اما میرسیم به قسمت جنجالی ماجرا، قند. بله، 13.7 گرم قند داره که شاید اولش آدمو بترسونه. اما صبر کنید، اینجا یه قهرمان پنهان داریم، 4 گرم فیبر. این فیبر فوق‌العاده مهمه. مثل یه ترمز عمل میکنه. باعث میشه اون قند به آرامی جذب بشه و قند خونتون یهو بالا نره. به علاوه شما رو برای مدت طولانی تری سیر نگه میداره. این تعادل بین قند و فیبر کلید ماجراست. فکر کردید تموم شد؟ نه هنوز. انار یه جورایی یه مولتی ویتامین خوشمزه هم هست. ویتامین C داره برای تقویت سیستم ایمنی، پتاسیم داره که برای ریکاوری عضلات بعد از ورزش عالیه، فولاد هم داره. اینا دیگه واقعا ارزش غذاییش رو چند برابر میکنن. خب تا اینجا کلی عدد و رقم دیدیم. حالا بیایید ببینیم اینا تو زندگی واقعی و روزمره چه معنی میدن. چطوری میشه از این اطلاعات به نفع خودمون استفاده کنیم؟ میایید اینا رو به زبون ساده تر بگیم. اون 100 گرم که گفتیم 83 کالری داره، تقریباً میشه یه مشت پر دونه انار. یه لیوان پر از دونه انار حدود 144 کالری داره. و اگه یه انار متوسط رو کامل بخورید، دارید حدود 234 کالری دریافت میکنید. اینجوری خیلی راحت‌تر میشه توی رژیمتون جاش بدید. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، انار چطوری به ما کمک میکنه؟ اولاً با اون فیبر بالاش اشتهاتون رو کنترل میکنه و سیر نگهتون میده. دوماً قند طبیعیش یه انرژی پایدار و خوب بهتون میده. سوماً پتاسیمش برای ریکاوری بعد از ورزش عالیه. و در آخرم ویتامین C که دیگه همه میدونیم چقدر برای سلامتی مهمه. یه پکیج کامل و همه چی تمومه. اما حالا میرسیم به یه نکته کلیدی. شاید مهمترین بخش این بحث. آیا فرقی داره که خود دونه‌های انار رو بخوریم یا آبش رو بگیریم و بنوشیم؟ بذارید همین الان بگم. بله، یه فرق خیلی خیلی بزرگ. فقط به این نمودار نگاه کنید. همه چیز رو روشن میکنه. وقتی خود دونه‌ها رو میخورید 4 گرم فیبر دریافت میکنید. اما وقتی آبش رو میگیرید میدونید چقدر فیبر باقی میمونه؟ تقریباً هیچی، 0.1 گرم. یعنی ما عملاً با دست خودمون داریم ارزشمندترین بخش میوه رو، همون ترمزی که جلوی قند رو میگرفت، دور میریزیم. اینجا مقایسه رو واضح‌تر میبینید. کالری ها تقریباً یکسانه. یعنی با خوردن آب انار هم تقریباً همونقدر کالری وارد بدنتون میکنید. اما در مقابل چی رو از دست میدید؟ تقریباً کل فیبر و بخش خیلی بزرگی از ویتامین C. این یعنی شما دارید کالری خالی مصرف می‌کنید بدون اون مزایای اصلی. خب، با تمام این اطلاعات، حالا وقتشه که یه نتیجه گیری نهایی بکنیم. قانون طلایی برای اینکه از تمام قدرت انار استفاده کنیم چیه؟ حکم نهایی و مهمترین چیزی که باید از این بحث یادتون بمونه اینه:
انار رو باید خام و با دونه‌هاش مصرف کرد. این تنها راهیه که مطمئن باشید اون فیبر فوق‌العاده رو دریافت می‌کنید و جلوی جذب سریع قند رو می‌گیرید. آب انار حتی طبیعی اون مزایای اصلی رو نداره. پس بیاید یه استراتژی 3 مرحله‌ای ساده برای خودمون بچینیم. قدم اول، همیشه خود میوه رو به آب میوه ترجیح بدید. همیشه. قدم دوم، در مصرفش زیاده روی نکنید. مثلا روزی 1 انار متوسط کاملا ایدئاله. قدم سوم، خواهشاً بهش شکر اضافه نکنید. شیرینی خودش کاملا کافی و لذت بخشه. خب، برگردیم به سوالی که اول کار پرسیدیم. بالاخره انار دوست ماست یا دشمن؟ جواب قطعی اینه. انار یه دوست و متحد فوق‌العاده قدرتمنده. به یه شرط که هوشمندانه ازش استفاده کنیم. و کلید این هوشمندی اینه که خود میوه رو بخوریم، نه آبش رو. و حالا یه سوال از شما دارم. بعد از شنیدن این حقایق، آیا دیگه مثل قبل به یه بطری آب انار نگاه می‌کنید؟ برامون خیلی جالبه که بدونیم شما چطور قرار از این سوپر میوه واقعی به شکل درستش توی برنامه غذاییتون استفاده کنید.